بچه‌ها تو این مدت کلی آیتم‌های جدید اومده داخل بازی و تو این ویدیو میخوام برای هر کدومشون یه اسپین بزنم دیگه و برای این ستای آخرم نمیزنم، برای آیتم‌های جیمی میزنم مثلا همین P90 و اینا. P90 دیگه 100% نمیده دیگه، معلومه دیگه. تا اسپین آخر دیگه باید بکشه. P90 که هیچی، کلا دوتاییش هم داده به دردم. اینو احتمالاً شمشیرشو بده، یعنی دیگه بده دیگه خیلی خوب میشه دیگه. ندارم شمشیرش، میشه قشنگم مثلا. اینم لایکش کنیم، اینم 9 تا جم. اما مثلا یه چیو بده. بنازم. معلومه دیگه شانس نری، مثلا یه دونه دیگه هم بزنیم. شاید بده آجیش. شانسش بالاست. نمیده بچه. از اولم نباید میزدیم. یه 19 تا هم برای میزنیم. اینم شمشیره فکر کنم، واسه ببینم. این چی بود؟ شمشیر بود. آره شمشیر بود. چه عجیبه. یه اسپین دیگه هم بزنیم. بازم نداد بچه ها، بنازم. یه اسپین هم برای این بزنیم. اینم دیگه 100% نمیده. این از این گردونه هاست که 3000 تا جم فقط برای یکیش میبره. یه 19 تا هم برای این بزنیم. یه اینو بده دیگه. اینم نداد، بنازم. اصلا اکانت هم خیلی سفیده. آخری هم بده نام. اینم هیچی بچه ها. و بچه اگه دوست دارید بازم از این ویدیو جیم خرج کردنی براتون بذارم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید.